اسم من ناهیده و با شوهرم سنتی ازدواج کردیم. شوهرم 28 سالشه و من 25 سالم. امیر خیلی مرد خوبیه. اهل زندگی و خانواده است. 2 خواهر شوهر و یه برادر شوهر بزرگتر هم دارم که با دخترموش ازدواج کرده. بهار هم 25 سالشه و زندگی خوبی داره. همه چیز از اون روز شروع شد. میخواستم برم خونه بهار که قد شلوارمو کوتاه کنم. بهار گهگاهی خیاطی میکرد و اینجور چیزا رو خوب بلد بود. شوهرش 2 هفته مأموریت بود و منم گفتم حتما خونه است. بدون اینکه بهش بگم به شوهرم گفتم منو برسونه. دم در پیاده شدم و با شوهرم خدافظی کردم. زنگ که زدم دیدم کسی خونه نیست. به گوشی بهار زنگ زدم که گفت اومدم تا بیرون یکم از سوپرمارکت خرید داشتم. وایسه تا یه ربع دیگه میام خونه. دم در منتظر بودم که یه موتوری وایساد. زنگ در خونه بهار رو زد که گفتم نیستن اما الان میان. نسبتمو پرسید که گفتم خواهرشن که پستچی گفت از طرف شوهرش بسته اومده. گفت من نمیدونم خانم، دفتر رو امضا کنید، شماره ملی هم بنویسید تا من برم. بسته رو که گرفتم یه کارتون بزرگ بود. منتظر بهار بودم، دیر کرده بود که دیدم پشت بسته و به عنوان سفارش مشتری مشخصات و آیدی پیج اینستاگرام امیر نوشته شده بود. فروشنده یه مزون لباس فروشی بود و گیرنده بهار بود، اما پشت جعبه مشخصات امیر بود. هر جوری که فکر میکردم باورم نمیشد بسته رو باز کنم، نمیشد باز نکنم. راه افتادم و از خونه بهار فاصله گرفتم. چند تا خیابون پایین‌تر تو ایستگاه اتوبوس نشستم و کارتون رو باز کردم. تو جعبه یه دامن فرانسیسی کوتاه بود، یه زنونه و یه دخترونه با یه نامه که نوشته بود سلام بهار جان. نمیدونم چرا ولی وقتی فهمیدم حامله‌ای حس کردم اون بچه دختره. آخه شنیدم فقط زنای با احساس صاحب دختر میشن. مگه نه اینکه تو برای من فداکاری کردی، از خودت گذشتی. بهارم، تو تنها زنی هستی که تو این دنیا میشه بهش فکر کرد، ولی چه فایده؟ حتی از فکر کردن بهت هم ترس دارم، از اینکه روزی بفهمم کسی فکرامم خونده. بهار، مواظب خودت و فرشته‌ای که تو راه باش. شاید توی دنیای دیگه بابای اون بچه منم و امین هم با یه زن دیگه شاد و خوشحاله. ساعتها بی‌اعتماد به زنگای امیر و بهار توی ایستگاه اتوبوس نشسته بودم و به صندلی سردش تکیه داده بودم. میترسیدم. از حرفایی که خونده بودم خجالت میکشیدم. ما که همچین خانواده‌ای بودیم که چشم به ناموس خودمون داشته باشیم. امیری که هیچ وقت به بهار حتی نگاه نمی‌کرد و بهاری که هیچ وقت تمایل نداشت با امیر تنها بشه. که غافل بودم ازشون که حالا عاشق همم شده بودن. جعبه رو برداشتم و رفتم سمت خونه. میخواستم همه چی رو به امیر بگم. وقتی رسیدم کسی خونه نبود. جعبه رو زیر تخت گذاشتم و چند بار دیگه مرور کردم ماجرا رو. با خودم فکر کردم الان که بهار بچه دار شده شاید رابطهشون خراب شده. من باید یکم مدرک داشته باشم که بتونم حرفم رو ثابت کنم. یه جعبه و 2 دامن چیزی رو ثابت نمی‌کنه. از جعبه و نامه عکس گرفتم، گذاشتم توی کارتون دیگه و همونجا دادم دست پیک. زنگ زدم به امیر و گفتم اومدم خونه، فقط حالم خوب نبوده. جلوی تلویزیون نشسته بودم و نگاه به فیلم عروسی مینداختم. به نگاه‌های پر از حسرت بهار و امیر، به حرفایی که خواهر شوهرم زیر گوش بهار گفت و اونم اخماش رفت تو هم و رفت نشستی گوشه. چرا اینا رو تا حالا ندیده بودم؟ اینقدر واضح جلوی چشمم بودن. دوباره فیلم و عکس‌ها رو دیدم. عکس‌های شب بله بلونم که امیر تنها بود و گفته بودم بهار معده درد شدید گرفته. لباس پوشیدم و رفتم خونه خواهر شوهرم. شوهرش از اینکه سر ظهر رفته بودم اونجا تعجب کرده بود. خواهر شوهرم با تعجب بهم نگاه کرد و گفت چی شده ناهید جون؟ راه گم کردی سر ظهر؟ گفتم یه کاری باهات داشتم، یکم خصوصیه. شوهرش گفت من برم پیش بچه‌ها یه چرتی بزنم و رفت توی اتاق. خواهر شوهرم کنارم نشست و گفت ناهید جان چی شده؟ با بغضی که تو گلوم بود گفتم امیر از بهار خوشش میاد نه؟ اصلا انگاری خیلی همو میخواستم. واسه خاطر همین شب خواستگاری من و بله برون نیومد. تو عروسی هم اونجوری ناراحت بود. 1-2 سال اول که تو عقد بودم، تو هر مهمونی که من بودم اون نبود. رنگ از رخ خواهر شوهرم پرید. گفتم درست میگم آره؟ فرزانه با دست و پای لرزون گفت دروغ گفتم بهت، به خدا دروغ گفتم. اصلا بین این دوتا هیچی نبوده. گفتم هیچی نبوده. خودم نامه ها و پیغام پس‌هامو رو دیدم. فرزانه دستم رو گرفت و گفت به قرآن هر چی بوده مال قبل ازدواج بهاره و امین بوده.
دوتاشون جوان بودن، بچه بودن، همش 18-19 سالشون بود. الان میبینی که هم شوهر تو چسبیده به زندگی، هم بهار. تو رو خدا این ماجرا رو به کسی نگو. اصلا غیر من کسی از ماجرا خبر نداره. گفتم چرا نرفتیم واسه امیر خواستگاری؟ چرا واسه داداشش رفتیم؟ فرزانه سری تکون داد و گفت دخترمون بود. اونجا امین قلبش رو عمل کرده بود، حالش بد بود، به غریبه اعتمادی نبود. رفتیم خواستگاری. عمومم همون شب اول گفت دختر مال خودمون، پسر هم مال خودمون، کی میتونه این وصلت رو خراب کنه؟ نظر بهارم کسی نپرسید. قرار شد چند روز به هم محرم بشن تا اینکه امیر اومد سراغم و گفت اگه بهار رو بدیم به امین، من یه بلایی سر خودم میارم حتما. گفتم به خاطر داداشت بگذر از این ماجرا، تا هنوز بچه‌ای و سنی نداری. این دختره بهار هنوز 19 سالشه. داد زد و گفت کجا بچم؟ بهار 19 سالشه، من که 19 سالم نیست. اون روز امیر خیلی توپش پر بود، ولی من گفتم حتی اگه بهار با داداشت ازدواج نکنه نمیدنش به تو. شوخی که نیست. اسم دختر مردم بذاری بعد بگی واسه این نمیخوام، واسه بعدی بدیم ببریم. قسمش دادم به جون مادرمون. گفتم اگه این کارو بکنی حال امین بد میشه. ببینی که داداشمون قلبش مریضه. بهار رو ندن به امین، ما واسه کی بریم خواستگاری؟ از بعد اون روز امیر دیگه اسمی از بهار نیاورد. خودش میدید چقدر حال داداشش داره بهتر میشه. ولی بهار سر ناسازگاری گذاشت. از فامیل آشنا خبر رسید که راضی به این ازدواج نیست. شب خواستگاری همه توی خونه عموم بودیم و بهار از اتاق بیرون نیومد. هرچی انتظار کشیدیم نیومد. یهو امیر پا شد گفت دخترمون نازتو بکشیم. رفت تو اتاقش و همه زدن زیر خنده. همه بهار و امیر رو مثل خواهر برادر میدونستن. یه دقیقه نشد که امیر از اتاق بیرون اومد و بعدش بهار اومد. نمیدونم بهش چی گفت که راضی شد به ازدواج. همه میگفتن و میخندیدن. امیر از همه بیشتر. جوری میخندید که از خنده هاش میترسیدن. بعد اون دیگه بهار و امیر با هم رو در رو نشدن. شب خواستگاری تو هم بهار نیومد. فرزانه که حرفاشو زد گفت واسه گذشته ها بود. هر چی که بود ما سر سفره پدر و مادر بزرگ شدیم. امیر چشم به ناموس خودش نداره. از خونه فرزانه بیرون زدم. بخت بودم، گیج شده بودم. نگاه های بهار تو شب عروسی یادم میومد و آتیشم میزد. از نامه مشخص بود که با هم رابطه ندارن، ولی جونشون واسه هم میره. چند روز بعد اون ماجرا مادر شوهرم به همه اعلام کرد که بهار حامل است. نمیدونم چرا ولی حس میکردم تا قبل حاملگی بهار جفتشون امید داشتن که به هم برسن. روزا پشت هم میگذشت و شکم بهار جلوتر میومد و عشق امیر به بهار منو به زندگی سرد کرده بود. نمیتونستم بگم چرا عاشقشی، نمیتونستم بگم از همه چی خبر دارم، ولی به عنوان یه زن از درون متلاشی شده بودم. انگار همه زندگیمو باخته بودم. وقتی با امیر ازدواج کردم دانشجو بودم، ولی درسو ول کردم. با خودم فکر کردم این همه از خود گذشتگی و من کجای این زندگی بذارم؟ اونجایی که امیر به یه زن دیگه بگه من توی دنیای دیگه بابای بچه تو هم، اونجایی که امیر داره توی دنیای خیالی با زن مورد علاقه زندگی میکنه. مدام امیر رو زیر نظر داشتم تا ببینم با بهار رابطه داره یا نه، اما نداشت. فقط هر روز توی سر جفتشون این بود که کاش با هم زندگی میکردن. شروع کردم به درس خوندن. حسابداری که از نیمه رها کرده بودم دوباره ثبت نام کردم. بهار 4 ماهه بود که براش جشن تعیین جنسیت گرفتن. خیلی دلم می‌خواست تو مراسم شرکت نکنم، ولی بهونه‌ای نداشتم. تو ماشین که داشتیم میرفتیم سمت خونه‌اش، به امیر گفتم به نظرت بچه‌شون چیه؟ یکم فکر کرد و گفت نمیدونم، چه فرقی میکنم؟ گفتم به نظر من دختره، چون بهار خودش خیلی احساساتیه. یهو امیر از حرفم جا خورد. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت چه ربطی داره؟ خب خندیدم و گفتم نمیدونم، همینجوری بهش اشاره کردم. وارد مراسم که شدم، بهار و امین لباس پوشیده بودن. خونه رو دیزاین کرده بودن و یه بادکنک بزرگ گذاشته بودن و داخل اونها هم توش پر رنگی ریخته بودن که مشخص میشد بچه دختره یا پسر. میوه و شیرینی رو که خوردیم همه خواهر برادرها اومدن. بهار و امین رفتن وایسادن و همه شروع کردن به شمارش. بادکنک که ترکید همه خونه پر شد از پر صورتی. همه از خوشحالی جیغ میزدن و بهار با چشمایی که از خوشحالی گریه میکرد نگاه به امیر میکرد. تو اون لحظه بیشتر از خودم دلم برای امین سوخت که با ذوق داشت نگاه به بهار میکرد و بغلش کرده بود. بچه بهار دختر بود.
بعد اون روز زیاد با بهار رفت و آمد نکردم. بیشتر وقتم رو توی دانشگاه میگذروندم و دلم نمیخواست کنار امیر باشم. انگار هیچ چیزی من و امیر رو به هم وصل نمیکرد. بهار تقریبا 8 ماهه بود که کم کم حال امین بد شد. این وسط از همه بیشتر امیر ناراحت بود. مدام شبا به امین فکر میکرد و میگفت برادرم اگه طوریش بشه من از قصه دق میکنن. توی دلم با خودم میگفتم چشمت به زنشه و اون وقت از قصه مریضی برادر شب خواب نداره. عجب آدمیه. 8 ماهگی بهار بود که تصمیم گرفتن امیر دوباره قلبش رو عمل کنه. یکی از دریچه‌های قلبش مادرزادی مشکل داشت و تا حالا یه بار عمل کرده بود و این بار دوم بود که عمل میکرد. دکترها میگفتن عمل سخت نیست، اما ممکنه جواب نگیره و مجبور بشه راههای دیگر رو امتحان کنه. همین قلبش رو عمل کرد. توی تمام روزایی که حالش بد بود مدام به این ماجرا فکر میکردم که امین اگه بمیره من باید توی زندگی چی کار بکنم. نه بچه‌ای دارم و نه عشق و علاقه بین من و امیر هست. فقط یه چیز ما رو به هم وصل میکنه و اون اسمیه که توی شناسنامه هامونه. امیر خیلی مرد خوبی بود. به من و زندگیش خیلی میرسید. ولی توی زندگی ما هیچ وقت دوست داشتنی نبود. عمل امین موفقیت آمیز بود. حالش خوب شد و بعد از خوب شدن حالش تقریبا 2 هفته بعد بچه‌ش به دنیا اومد. اسم دخترش رو گذاشتن آلاله. آلاله خیلی شبیه به مادرش بود. از همون روزای اول علاقه امیر به آلاله مشخص بود. آلاله هرچی بزرگتر میشد قشنگیش بیشتر میشد. کم کم دیگه شبیه مادرش هم نبود و از اون خوشگل‌تر شده بود. آلاله 4 ماهه شده بود که یه شب خواهر امیر حدوداً ساعت 3 صبح بود که زنگ زد به خونم. امیر خواب بود و من از جا پریدم. پشت سر امیر رفتن. تلفن رو جواب داد. دست و پاش میلرزید. موقع جواب دادن تلفن مدام پشت سر هم میگفت الان حالش چطوره؟ گوشی رو قطع کرد. نگاش کردم و گفتم چی شده؟ گفت حال داداشم خوب نیست، انگاری بردنش بیمارستان. 2 تایی سوار ماشین شدیم و رفتیم بیمارستان. وقتی رسیدیم بیمارستان متوجه خواهر امیر شدم که توی حیاط بیمارستان انگاری قش کرده بود و شوهرش و بقیه دورش بودن. بدو رفتیم سمتش. امیر رفت بقیه رو کنار زد و گفت چی شده آبجی؟ خواهرش 2 دستی زد توی سرش و میگفت خاک به سر شدیم، بچه‌ش یتیم شد. دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ دست خواهرش رو گرفته بودن. همه داشتیم اشک میریختیم. اصلا باورم نمیشد. با خودم فکر میکردم حتما یه شوخی مسخره است. خواهر امیر مدام به سر و صورتش میزد و میگفت اگه مادر پدرم بفهمن حتما دق میکنن. چه مصیبتی بود که به سرمون اومد. امیر میگفت حالش که خوب شده بود اصلا مشکل اونقدر جدی نبود. گفته بودن عمل کنه خوب میشه. خواهرش میگفت نمیدونم اینم تقدیر ما بود که سیاه بخت باشیم. هنوز پدر و مادرش خبر نداشتن که امین توی بیمارستانه و حالش بد شده و تموم کرده. خبری از بهار نبود و هیچ کس هم به این فکر نبود که بهار کجاست. یا امیر گفت بهار کجاست؟ آلاله کجاست؟ نمیدونم چرا با این حرفش حالم یه جوری شد. خواهرش گفت خواهرت اومد دنبالش توی ماشین، همین الان رفت که واسه بچه‌ش شیر خشک بخره. امیر گفت من برم یه سری بهشون بزنم و زنگ زد بهشون و رفت. وقتی برگشت خواهر دیگه امیر و بهارم همراهش بودن. بهار درست نمیتونست راه بره. چشماش انقدر باد کرده بود که از دیدنش تعجب کردن. آلاله هم توی بغل امیر بود. خبر فوت که به پدر و مادر امیر دادیم انگار 100 سال پیر شدن. مادرش که تا چند روز توی بیمارستان بستری بود و باباش بعد مرگش دیگه با کسی صحبت نمی کرد. به سختی میشد صداشو بشنوی. انگار همه توی بهت و شوک بودیم. 5-6 ماه از مرگ امین گذشته بود که یه روز صبح از خواب بیدار شدن. صدای حرف زدن امیر با تلفن میومد. دقت کردن دیدن داره با خواهرش صحبت میکنه. میگفت تو کاریت نباشه، چی کار به زندگی بهار داری؟ من خودم بهشون رسیدگی میکنم. بچه امین عین بچه خودمه. نمیدونم چرا با شنیدن این حرف خون به مغزم نمیرسید. عصبی بودم. حتی نمیتونستم درست نفس بکشم. با خودم فکر میکردم لااقل میذاش 1 سال از مرگ امین بیچاره میگذشت، بعدش اینجوری برای ازدواج باهاش سر و دست میشکست. به بهار و گریه‌هاش توی عزای امین فکر میکردم. با خودم فکر کردم شاید حتی اون موقع زنده بودن امین هم این دوتا با هم دیگه رابطه داشتن. دلم میخواست سر امیر داد بزنم، ولی میگفتم چه فایده ای داره. لباسامو پوشیدم و راه افتادم سمت خونه بهار. در رو که زدم
از آیفون بالا گفت بیا داخل آبجی. با شنیدن این حرف بیشتر حرصی شدم. درو باز کردم و بدون سلام گفتم اگه خواهر خودتم بودم اینجوری سر زندگیش آوار می شدی؟ اون امیر نامرد که برادری سرش نمیشه. تو لااقل یه ذره شرف داشته باش و به خاطر این بچه 6 ماهه 1 سال واسه شوهرت صبر میکردی. بهار با تعجب بهم نگاه کرد و گفت چی میگی؟ گفتم از همه چی خبر دارم. از عشق و عاشقی قبل از ازدواجتون، از اینکه الان میخواد تو رو عقد کنه، از اینکه همین الان با هم رابطه داریم، از کادویی که موقع حاملگی برات فرستاده. نمیدونم چرا تا الان صبر کردم و همه چی رو به امین خدا بیامرز نگفتم. ولی از الان به بعد دیگه طاقت ندارم. من که میخوام طلاق بگیرم، ولی حیف اسم مادر که روی توه. بهار بهم نگاه کرد و گفت حیف که اسم زن روی توه و این تهمت‌ها رو داری به من میزنی. اگر چیزی بین من و شوهر تو بوده واسه چند سال پیش و قبل از ازدواجمه، من الان جز به دخترم به چیز دیگه ای فکر نمی کنم. فکر کردی با داغ بیوه بودن و یه بچه 6 ماهه یاد عشق و عاشقی گذشته افتادم؟ من همون روزی که شوهرت گفت به خاطر من برو زن یکی دیگه شو، دورشو خط کشیدم. الان هم جز برادر شوهرم و پسرمون برام هیچ چیز دیگه ای نیست. پوزخند زدم و گفتم جز پسرمون چیز دیگه ای نیست که برات کادو میفرسته. با تعجب بهم نگاه کرد و گفت اگه منظورت اون جعبه‌ایه که فرستاده بود، همون روز واسش پس فرستادم. اونم معذرت خواهی کرد و بهش گفتم دیگه دلم نمیخواد از گذشته ها حرفی بزنی. تو واقعا فکر کردی من با یه بچه و با شوهری که دیگه نیست بالا سرم هنوز به فکر عشق و عاشقی‌ام؟ با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم همین امروز داشت با خواهرش صحبت میکرد در مورد تو که بچه‌تو بزرگ میکنه. بهار با حرص نشست روی صندلی رو گفت ببین خواهرش میگفت که من این خونه رو بدم به اجاره و پس انداز بشه واسه آینده آلاله و برم خونه پدر و مادرش زندگی کنم. منم گفتم نمیخوان. این وسط امیرم از من پشتیبانی کرد و اضافه کرد دیگه نمیدونم بقیه ماجرا چی بوده. با حرص بهش نگاه کردم و گفتم یعنی تو دیگه امیر رو نمیخوای؟ یه قطره اشک از چشمش چکید و گفت من زندگیم تباه شده. زمانی امیر رو میخواستم، ولی الان تنها مردی که روی زمین نمیخوام اسمشو بشنوم امیره. من اون زمان دلم نمیخواد زن امین بشن. چه امیر رو دوست داشتم چه نداشتم، ولی امیر اومد جون خودش رو قسم داد. گفت اگر تو زن امین نشی من میذارم واسه همیشه از این شهر میرم. آواره این بر اون بر میشم. منو جلوی خانواده‌ام شرمنده نکن. به خاطر من زن امین شو. منو مجبور کرد که زن امین بشم. زن مردی که مشکل قلبی داشت و معلوم نبود بتونه بالا سر منو زندگیم باشه. الان هم که میبینی با یه بچه شدم بیوه، حق من تو زندگی خیلی بیشتر از اینا بود. ولی دلیل نمیشه بخوام حق تو رو بخورم و به شوهر تو چشم داشته باشم. پرونده من و امیر خیلی وقته که بسته شده. خیالتم از این بابت راحت باشه. گفتم من دیگه امیر رو نمیخوام. بخوام ازش جدا بشم. میتونی با خیال راحت باهاش ازدواج کنی. بهار با حرص گفت هیچ چیزی بین من و امیر نیست. من حتی اگه بخوام ازدواج کنم دیگه با اون آدم ازدواج نمی کنم. امیر اگر میتونست پای عشق و دوست داشتن وایسه همون زمان منتظر امین نمیشد. من دیگه اون دختر بچه ساده نیستم. الان تنها چیزی که برام مهمه دخترمه. دور ازدواج و عشق و عاشقی واسه همیشه خط کشیدم. فکر کردی بعد چند سال با یه بچه تو فکر اینم که توی 18-19 سالگی برادر شوهرمو میخواستم الان بیام زندگیشو خراب کنم و بشم زن اون؟ بعدن جواب بچه‌مو چی بدم؟ با شرمندگی نگاه به بهار انداختم، ولی هنوز توی دلم شک بود. با خودم میگفتم اگه بهار چراغ سبز نشون نداده پس چرا امیر واسش کادو فرستاده؟ 1000 تا فکر و خیال تو سرم بود که بهار گفت تو میخوای از شوهرت جدا بشی بشو، ولی اینو مطمئن باش که من هیچ وقت زن امیر نمیشم. شاید زن مرد دیگه ای بشم که اونم الان ازش مطمئن نیستم. تنها چیزی که الان برام مهمه اینه که بتونم به زندگی دخترم سر و سامون بدم. از خونه بهار که اومدم بیرون خیلی مردد بودم. با خودم فکر کردم کاش اول همه چی رو به امیر میگفتم. وقتی برگشتم خونه امیر خونه نبود. شروع کردم توی ذهنم حرفا رو کنار هم چیدن. میخواستم همه چی رو به امیر بگم. نزدیک 1 سال بود که زندگی واسم جهنم شده بود و هیچ حسی به شوهرم نداشتم. وقتی امیر از سر کار اومد گفتم میخوام باهات صحبت کنم. امیر نشست و گفت جانم بگو چی شده؟ گفتم امیر من از همه چیز زندگی گذشته تو خبر دارم. میدونم تو عاشق بهار و عاشق همدیگه بودین،
میدونم تو بهار مجبور کردی که زن امین بشه و میدونم که هنوزم دوستش داری و موقع حاملگی براش کادو فرستاده بودی. امیر با تعجب نگاه کرد و گفت اینا رو چی بهت گفته؟ گفتم کی گفته مهم نیست، مهم اینه که از همه چی خبر دارم. امیر با عصبانیت نگاه کرد و گفت این حرفا رو جایی نگی ها، دلم نمیخواد پشت سر بهار حرفی بیفته. بعدشم هر چی بوده مال قبل بوده، الان فقط زن داداشمه و دلم میخواد سر و سامون داشته باشه. یه نگاه مسخره بهش انداختم و گفتم مطمئنی فقط زن داداشته؟ به وقت نمیخوای زن خودت باشه؟ امیر شروع کرد به سر و صدا کردن و گفت من چه جور آدمیم؟ فکر کردی واقعا به زن داداشم چشم داشتم؟ روزی که اون عقد کرد همه چی رو فراموش کردم. گفتم اگه چشم نداشتی پس چرا واسش کادو فرستادی؟ گفت واسش کادو فرستادم چون تا قبل اون فکر میکردم زندگی بهار امیر خوب نیست، فکر میکردم به خاطر من زنش شده. اونو فرستادم و برای همیشه فراموشش کردم. خدا شاهده هیچ وقت به فکر عشق و عاشقی گذشته نبودم. من تو رو دوست دارم و همه چی رو گذاشتم کنار و فقط به فکر زندگیمونم. پوزخندی زدم و گفتم به فکر زندگیمونی که واسه زن برادرت کادو فرستادی؟ امیر با ناراحتی سرش رو انداخت پایین و گفت هر روز و هر شب واسه اون کار دارم خودم رو لعنت میکنم. تو دیگه یاد من نیار. به خدا دارم از عذاب وجدان خفه میشم. به روح برادرم من نیتی نداشتم. حتی دلم هم نمیخواد زنش رو دوباره به فکر خودم بندازم. ولی با خودم فکر کردم شاید اینجوری بهار منو ببخشه. من خیلی باهاش بد کردم. مدام عذاب وجدان داشتم. نکنه با همین خوشبخت نیست. سری تکون دادم و گفتم من توی زندگی احساس خلأ میکنم. انگار هیچ چیزی توی این زندگی واسه من نیست. من ازت جدا میشم. تو هم راحت با بهار زندگی کن. حرفای صحبت رو با خواهرت شنیدم. امیر داد زد چه ربطی داره؟ اون زن هر چی نباشه زن داداش خدا بیامرز منه. بچهش بچه تنها داداش من بوده. من فقط گفتم هوای زندگیشونو دارم. لازم نیست که آواره خونه بابام بشه وقتی خودش راضی نیست. من کم بدبختی کشیدم که حالا تو هم اسم طلاق میاری. رابطه من و بهار برای همیشه تموم شد. همون روزی که زن داداش من شد تموم شد. از چشمش میتونستم بخونم داره دروغ میگه. بهار واقعیت رو میگفت ولی امیر نه. من برق چشای امیر رو میشناختم. ناامیدی و غم توی چشمای بهار رو میدیدم. چند ماهی به همین شکل زندگیم گذشت. کم کم داشت سالگرد امین میرسید و من و امیر از هم دورتر و دورتر میشدیم. کم کم همه متوجه زندگی سرد و رابطه ما شده بودن. بهار از همیشه بیشتر متوجه این ماجرا بود و سعی میکرد وقتی من و امیر جای هستیمون نیاد. 1 ماه از سالگرد امین گذشته بود که متوجه شدم حاملم. بیبی چک که برداشتم با بهت نگاهش میکردم. بغض تو گلوم بود و گفتم خدایا تو که زندگی منو ببینی یه بچه رو قاطی این زندگی نکن. من باید یه بچه هم قاطی این بدبختی بشه. تا وقتی جواب آزمایش بیاد 1000 تا نظر و نیاز کردم تا جواب منفی باشه ولی مثبت بود. نمیدونستم چی کار کنم ولی میدونستم جای اون بچه تو این زندگی نیست. متوجه فاصلم با امیر بودم و راهی نداشتم. کم کم خانواده من متوجه شدن حاملم و من نمیخواستم این بچه رو. یه روز بعد از ظهر همین که امیر از خونه رفت در خونه رو زدن. از آیفون دیدم بهار پشت دره. در رو باز کردم. سلام کرد اومد داخل. یه جعبه شیرینی دستش بود. خندید و گفت شیرینی مادر شدنته. با حرفش ناخودآگاه اخمام رفت تو هم. نشست و گفت شایدم شیرینی ازدواج مجدد من. لبخندی زد و گفت من دشمنت نیستم. کدوم آدمی به عشق نوجوانیش رسیده؟ اگرم نرسیده به این معنی زندگی خودشو نمیخواد. حرف از آدمای بدزاد که دنبال اینن آواره بشن سر زندگی کسی زیاده. چون انگوش شمارن. من نخواستم اسمم بیوه بشه ولی شد. حالا هم که شده خیالت راحت که روی زندگی تو آواره نمیشم. پسر خالم هم قبل مرگ امین از زنش جدا شد و چند بار خواستگاری کرده. بهش جواب مثبت دادم. فعلا هم فقط به تو گفتن. ماتم برده بود. بهار دستمو گرفت و گفت زندگی تو بکن. واسه یه عشق که از سر بچگی بوده چرا روزگارتو سیاه کردی؟ من نه اون دختر عاشق بیشم نه امیر. جفتمون حالا زندگی و بچه داریم. بهار که رفت انگار یه باری از روی دوشم برداشته شده بود. با خودم فکر میکردم اگه بچه رو نگه دارم و بعداً متوجه رابطه بهار و امیر بشم چی؟ ولی بهار خیالمو راحت کرد. امیر که اومد خونه محبتش رو بیشتر احساس میکردم.
نشست کنارم و گفتم شنیدی بهار میخواد شوهر کنه؟ یهویی با تعجب بهم نگاه کرد و گفت میخواد ازدواج کنه؟ گفتم آره، مگه نباید ازدواج کنه؟ یکم فکر کرد و گفت چرا، والا اونم حق داره، مگه چند سالشه که ازدواج نکنه؟ الان ازدواج کنه بهتر از اینه که 5 سال دیگه ازدواج کنه. الان موقعیت‌های بهتری براش هست. گفتم تکلیف آلاله چی میشه؟ گفت بهار زن عاقلیه، نمیره زن یکی بشه که آلاله رو بندازه دور. بعدشم اگه بچه رو نخواست، پدر و مادرم آلاله رو روی چشمشون میذارن. ولی مطمئنم بهار با کسی ازدواج میکنه که بتونه بچه‌شو درست بزرگ کنه. گفتم قراره با پسر خالش ازدواج کنه. گفت اینو از کجا میدونی؟ گفتم خودش صبح اینجا بود و همه چی رو گفت. سری تکون داد و گفت انشالله خوشبخت بشن. حالا منم میرم تغییر میکنم. هرچی نباشه هم قراره بچه داداشم زیر دستش بزرگ بشه و از طرفی بهارم دختر عمومه. با تعجب گفتم یعنی همین؟ نگام کرد و گفت یعنی چی همین؟ گفتم تو واقعا نمیخواد جلوی این ازدواجش رو بگیری؟ امیر با تعجب بهم نگاه کرد. گفت من خرکی باشم که برم جلوی ازدواج اونو بگیرم؟ بعدشم من خودم زن و زندگی دارم. برم به یکی دیگه بگم تو زندگی نکن؟ دستمو گرفت و گفت ببین ناهید، اگه فکر کردی که قراره بین من و بهار اتفاقی بیفته، مطمئن باش نمیافته. من بهار رو خیلی وقت فراموش کردم. تو رو که زنمی دوست دارم، زندگیمو دوست دارم. نمیگم اشتباه نکردم. اون کادو رو به قصد اینکه رابطه‌ای رو شروع کنم نفرستادم. اتفاقا فرستادم که همه چی رو تموم کنم. کارم بد و زشت بود، ولی خدا شاهده هیچ وقت به ناموس برادرم چشم نداشتم. امیر این حرفا رو میزد و من توی ذهنم بود که به ناموس برادرش چشم نداشت. ولی وقتی که برادرش مرد، کی بهتر از امیر که بره بالا سر بچه برادرش و زنش رو عقد کنه؟ با خودم فکر کردم اگه بهار یه گوشه چشمی برای امیر میومد، الان زندگی من از هم پاشیده بود. کم کم از اون فکر بیرون اومدم. کم کم زندگی رنگ و بوی خوب به خودش گرفت. حتی اگه امیر قصد داشت که با بهار باشه، بهار تمام راه رو به روش بست و دوباره ازدواج کرد. الان از اون ماجرا چند وقته که میگذره. زندگیم خوبه و امیر به من و پسرم خیلی میرسه. دیگه همه جورو بی خیال بهار شده. اگرم نشده، توی ذهن خودش ساختتش و به این چیزا فکر نمی‌کنن. داستان زندگی من شاید خیلی جالب نباشه، ولی گفتم تا بدونید که همه زنها مثل هم نیستن و هستن زنهایی مثل بهار با اینکه عاشق مردین ولی حاضر نیستن به هم جنس خودشون خیانت کنن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. حمایت شما انگیزه فعالیت بیشتر رو به من میده.